همه چی با یه تصمیم ساده شروع شد. با دوستام رفتیم یه اتاق فرار برای یه سرگرمی، چیزی که هیچ کدوم از ما فکر نمی کردیم به این شکل ترسناک تموم شه. داخل اون اتاق همه چیز مثل همیشه بود. دیواره های تاریک و زنگ زده، چند وسیله عجیب که وسط اون اتاق قرار داشت. اما یک چیزی نظر منو به خودش جلب کرد. یه آینه بزرگ که درست روبروی من قرار داشت. هیچ کدوم از دوستان متوجه نشدن، ولی من احساس کردم که اون آینه عجیب تر از بقیه وسیله ها هست. وقتی که نگاه کردم چیزی تو اون آینه تغییر کرده بود. لبخندم عمیق‌تر شده بود، ولی یه چیزی توی چهرم نبود. شب که برگشتم خونه همه چیز تغییر کرده بود. آینه ها مه‌آلود شده بودن. همون حس بد، همون لبخند عمیق و سرد. اینجا دیگه من نبودم. صبح وقتی بیدار شدم احساس کردم چیزی گم شده. درسته، کلیدم و گوشیم هیچ کدوم سر جای همیشگیشون نبودن. وقتی با آینه نگاه کردم دوباره همون لبخند رو دیدم، اما این بار دیگه مطمئن نبودم آیا این واقعیه یا فقط دارم اشتباه میبینم.